موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقت نماز خواندن، وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد، زیرا خودش گناهکار میشود. قرآن میخواند، یک برادر قرآن خوانده است، یک کس میاد سلامش میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خب وعظ میگوید من امر معروف دارم، او کس میاد برای سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. با ذکر مشغول باشی. چهارمش نه ذکر کرده ایستادم، سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ایستادم، اون کس میاد مرا سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خطبه میخواند، وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند باید هیچ کس به وی سلام ندهد، کسی سلام میدهد وی گناهکار میشود. اذان میگوید یا قامت میگوید، در وقت اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن. زن نامحرم، کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاحرس است، به وی هم سلام دادن جایز نیست. ششم کافر، آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن اینم جایز نیست. با وقتی خانه‌داری، یعنی یک آدم کتاب آورده است یعنی یک آدم خانه‌داری کرده است، یک آدم دیگه بر وی سلام دهد، این هم گناهکار می شود. با وقتی بول و براز، یعنی آدم وقتی در حاجتخانه می درآید، اگر کسی دیگر خواهد حاجتخانه درآید وی را در حاجتخانه بیند سلام دهد، سلام دهنده گناهکار است. دهم با وقتی طعام خوردن، در وقت طعام خوردن هم کسی سلام میدهد گناهکار میشود. امروز در مردم ما همین دست در توقع با این بالا تا زور کدام یا دست میگیره سلام میکنه، این سلام جایز نیست. آخه وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده است، همون دهنکیش هم سلام بدین، امروزش کفایت میکنه. السلام علیکم بس شرط نیست که به پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید.